سلام دوستای عزیز، امیدوارم هر کجا هستین حالتون خوب باشه. ما امروز آمدم در یک جای جدید، یکی از شهرهای خرد آلمان و قصد دارم از این یک ویدیوی کوتاه برایشون بگیرم. امیدوارم که خوششون بیاد و کمی با طبیعت آلمان و شهرهایش آشنا شدیم، ببینیم که چقدر تفاوت داره با جاهای دیگه، با کشورهای دیگه، و ببینیم یک ارزیابی کنیم که چه نقاط مثبت داره و چه نقاط منفی. یک از چیزهای جالب که هسته که همه جای از یک کشور و اروپا تقریبا میشه گفت سرسبز است و طبیعتی بسیار خوبی داره. یعنی شما هر جا برین درخت ها سرسبز است، آب در جریان هست و یک طبیعتی تقریبا بکر و در خیلی جاها دست نخورده را آدم میبینه و خیلی جاها هم هست که میشه گفت زندگی انسان با طبیعت گره خورده و یک جور آشتی هسته. یعنی شما هم خانه را دارین، جایی هست که خانه هست، سرک هست، موتر هست، زندگی جریان داره و هم طبیعت در روند عادی خو در زندگی خو ادامه میده. و این یک نکته بسیار خوبی هست و یک درس خوبی هست که میتونه به ما بده که تا جایی که موشه طبیعت خراب نکنیم و همزمان هم طبیعت داشته باشیم، همین که زندگی در جریان باشه. شما ببینید اون طرف که هست خانه های و این طرف هم که هست پارک طبیعت و کنار از اون خانه ها اون طرفش سرک هست دوستا. یعنی فاصله خانه، سرک، پارک، طبیعتی ببخشید طبیعت عادی زیاد از هم فاصله نداره. این قسمت چیزی خاصی نداره. ما رو میگردم یک سری جاهای دیگر را اگه شد برایشون ویدیو میگیرم و با هم هستیم.